اول زنگانی در تو بی پیدا، نو بنی بشر ای دل تو جمیا. آتشگاه زرتشت اشتو وریزیا، خوین مانی و مزدک و پاو تو رشیا. سیمرغ زال و دامان تو پرورشتا، روسم و پای تو و دا بی پیدا. هر کس دست گرتی و دامان پاکت، یه دل نه 100 دل میل دا و خاکت. شاد و سرفراز و خوش و خرم بین، حملت آوردن دشمن الپرکین. یورش آوردن تاتار و خاکت، اهانت کردن و دامان پاکت. بله، مهر درود دارم و خدمت گشت عزیزل لگزوان در هر جای از ایران که بود و تمام عزیزلی که به نوعی به زبان لکی آشنا هند. چرا که اگر دست کم در زادگاه وجم که کرماشاه بیم در نظر بگیرم، امروز کسی نیه که به زبان لکی آشنا نو. گشت مردم کرماشاه مزانند که ایمه چموشی من که لک زبانیش نیین وجود و حتی برخی و نسل جدید جوانلیش که حتی زبان لکی الان متونن حتی گپیش بیان و یه باعث خوشحالیه. نازارل بنده زرتشت امیری و سلاحم عزیزل قصدرم تا هفته یک لخدمت تانی ربم ارائه برنامه مربوط به تاریخ ایرانه که به هر حال ایمه لکلیش و یه بشه و تاریخ به بش نویمونه. اما برای یک برنامه شروع بکم ذکر چند نکته ضروری هم ازانم. اویجا یه سگ برنامه حاضر صرفا سیاستل حزبی خاص را یا دسته و یا هیچ گروهی را بیان نمکه و تنها به شرح و حال تاریخ هم پردازی. خب خیلی عزیزان ممکنه و بنده ایراد بگیرن که خب آیا در جامعه ایران که فقر و فساد و ویرانی بیداد مکه یک مردم ایران و نانشو محتاجن، مردم لکستان و وجمان خیلیان حتی محتاج نانشوانن، یک کارگرالی ایمه یه سال و 2 سال حقوق نمگیرن، چه لزومی دیدی ایمه باید من در مورد تاریخ صدل گذشته و هزارل گذشته بس بکیمن که انتقادی جا بیشتر به طرف عزیزه که گرایشات چپ و برابری طلبانه دارن که البته منی شریک گپان بسیار درست هم باشد. اما عزیزه توجه داشتو که گذشته چراغ راه آینده و یک قصه که گذشته چراغ راه آینده صرفا یک قصه پیش پا افتاده و کلیشه‌ای و عوامانه نیه، یه حقیقتی که جواهر الله رو نخست وزیر فقید هندوستان یک قصه خاصی میگه که هر ملتی که تاریخ وجان نزانن محکومن به تکرار اوه، یعنی دوجاره محکومن گهره چیله که در گذشته و سران هات همه دوگلیه و سران بای که در مورد مردم ایران جیسته، چون اون چه که امروز و سر مردم ایران همه درسته بلاسه که در 1400 سال پیش و سران هات. در 1400 سال پیشی حکومت ساسانی و سرکاربی در اواخر حیات وجد دچار تزلزل بی که علل فریجی داشتی که یکی و یه دلیله یک روحانیون زرتشتی که و بینانم موتن موقع یا موبت هاتون دینان وارد سیاست کرد، دینان سیاسی کردی و نفوذان کردی دربار. ایلا را تجمل پرستی هاتوی را دربار ساسانی و سردارل ایرانیش کتونشونو کار تجمل پرستی و مالندوزی. کم کم کار و دستل دولتیش وقتی دیان که به هر حال مقلیش که دم پاکی هم یعنی و دم خدا هم یعنی کارل انجام هم یعنی و سردارلیش که مسئولیت دارن و قسمان ورده ارا خدمت به مردم شروعان کردیسه انبار خارت انبار ملیت خوب اوانیش قاعدتا کتنشون رشوه بگیری و نسبت به مردم بی تفاوت بیدن و ایلا را چون کشور دین رسمی داشتی، یعنی دین زرتشتی دین رسمی، مثلا چجور الان اسلام دین رسمی و مذهب تشیع که مذهب رسمیه، اما قیجا ایجوب، اما قیجا مقل و موبدل هات نفوذان کرده دربار و آخریجی دین زرتشتیان کرده دین رسمی و به اسم این دین شروعان کرده خارت اموال ملت و ستمر مردم کرده و خیلی و مردم آنیش و این دین زده کرد و موج نارضایتی مردم ها ترا حد آخر. ایلا را ظهور دین مسیحیت در غرب و ظهور دین بودایی در شرق ایران که و بینانمتان کوشانیان قدرت آیین زرتشت موردی او
مقلیج یا بری ارنان کتونشون گوشگیری و انزوا و درویشیت که البته تعداد اینو از مقلف فرا کم بی کسایی بین که معمولا از روی سادگی و صداقت هاتون طرف ای لباسه و وقتی دیان که به هر حال ریاکاری و ستم کردن اوان کناران گرد برفرانیجو خب دستان کردوی خارت اموال ملت و مالندوزی و ستمر مردم کرده برفرانیجی که اصلا چنان در توهم و اوهام و کهنه‌پرستی و خرافات غرق بین که حتی و حقیقت ختمشی فیلسوف ایران باستان زرتشتیش غافل بین و یا نه حتی توان آوانانه هاش که حتی و آینه و جانیج دفاع بکن ایلا را مردم جار و برسنی و زحمتکش رهبرالانی روش کردوی دیچو مانی و مزدک که مانی و مزدک حامی قشر کارگر و زحمتکش اجتماع بین حامی قشر ستم کشیده بین و هدف آن یک جامعه برابری بی که در جامعه برابر گشت خلق بتونن و یک میزان و امکانات جامعه استفاده بکن که حکومت ساسانی یانا گرتی و اعدام کردی که در اعدام کردن مانی و مزدکیش در حقیقت بازی مقل و موبدل بین که پا شو و سردارلان خلاصه کارانی از سر مردم هاوردی که کس نمیارستی هناسی بید و هر کس که سرهیز بیاد سریعا سرکوبانه کرد و ایلارا و عربستانی را شخصی بیادی که ادعای پیغمبری کردید و بنیان دین اسلام یابید و چون اسلام از آغازیش متونی من بوشیمن که اسلام سیاسی بی و ادبیات داشته به نام صدور انقلاب یعنی که اسلام را به سراسر جهان صادر بکیمن و مردم دنیا وعده داویدی که بله اسلام حامی سختی کشیده و در جامعه اسلامی گشت برادرن کسی با کسی ستم نمیونی و گشت برابرن به هر حال تبلیغات رسی و گوش بری و مردم ایران باری برجت من یه بوشم که اوضاع سیاسی و اجتماعی از زمانت در دوره ساسانیان انجو الان ایران هر جوره که بتم برنامه حاضر قصد کوین دین کسی یا قومی یا ملتی را نیری و فقط به بیان شرح و حال تاریخ هم پرداز بنده هیچ کیشه و اگر اسلام نیرم هر وراسی چرا که اسلام امروز یک دینی که به هر حال در دنیا 1 میلیارد و 200 میلیون نفر پیرو که و 1 میلیارد و 200 میلیون نفره اگر اشتباه نکم حدود 950 میلیون نفری اهل سنتن سنی مذهبن و حدود 250 میلیون در حدود شیعه مذهبن آمار دقیق نرم ولی هی این حدود است که عربستان و که مذارت خاورمیانه و جهان عرب بگیرتی که اکثرا مسلمانن تا بچوارا اروپا تا بچوارا آمریکا که دومین دموکراسی بزرگ جهانه تا چین کمونیست و تا بچوارا کشورهای شرق دور جور ژاپن و کره بودایین ایمان مسلمان داریمن تا با شهر واتیکان در روم که مرکز جهان مسیحیت ایمان هم باز مسلمان داریمن چه شیعه چه سنی بنابراین کشاورز اسلام یک کیشه بی‌حاصله کرد ایرانیش خب اکثرا شیعه کرماشا وجمان اگر در نظر بگیریم برفران شیعن ایلام اکثرا شیعن لرستان بخش که لرزبانن حالا الک در لرستانن به هر حال اکثریتان یارستانی انجو وجمان اما خب برادر لر ایما خب کلن شیعن متونیم ایجو باشیم و اما آیا بنده و گرد عرب کیشه دارم نخیر چرا که تابیه و بیایمه لکل همیشه در درجه اول وجمان و انسان زانسته یکی نقطه درخشان لکستانه که همیشه افتخارم کردیه که لکم نه ازی بابته که مثلا زوانم لکیه یا نجاتم لکیه به خاطره که لکل همیشه در درجه اول موشن انسانی من ایما انسانی منو برادری من هیچ برابری من هیچ کسی را بر کسی برتری و هیچ ملتی را بر ملتی تر سروری نیم مروت داشتل و دانش و سواد و ایشیله که تازه اویجه در انسان بین ربطی نیره به هر حال هر دک انسانه که دانشان داشته و چه نیاشته تازه خاص پیس بین ارام استفاده و امکانات یک جامعه نظیر کار، نظیر مسکن، نظیر شغل
صدق نمکی یه پسر اگر حق داری و امکانات یک جامعه استفاده بکنی که یک خاص حق داری و تازه خاص و پیشش ایمن نیمند که تعیین امکی من آینده تاریخ و فرزانگان تاریخن که تعیین امکن خاص چیه و پیس چیه. الان ایمه ایران ها همسایه کشورهای عربی یا به اصطلاح جهان عرب و چه بیمان و چه نیمان باید روابط اقتصادی، تجاری و دیگر روابط ترمانگرد داشتون. یعنی اگه گشت بکنیم منولا ایمه هر و ایران و وجمانیش عرب زبان داری. عربل خوزستان که در استان خوزستان برفری عرب زبان دارن زندگی مکن و برفریج لورایل بختیاری هن که باشتان هم از این لورایل بختیاری فره و ایمه لکل نزیکن از لحاظ فرهنگی و زبانی و حتی 3-4% ایمه لک در شمال استان خوزستان داریم که عربه رو لورایل دارن باید یک زندگی مکن و مشکلی جی ندارن و کیشانی جورد یک نیه نام 8 سال جنگش به هر حال بیشترین بهار رو آوان داد و باشتان دیتن به هر حال و نواز صدام میشکه هم زوانان بی حوسان پس بنابراین لکل هیچ کنه کشی جی بگرده عرب و جهان عرب نیریمن عرب علیجگان ایرانی را برادر ایمن. خب من فشتریه وقتان نمدیرم بشی من از سر اصل قضیه بنده یکی و شاهکارل استاد عبدالحسین زرینکوب تا نرن مخوانم این کتاب به زبان فارسی دری نوشتریه که بنده وزوان لکی وجمان و همه عزیزل ارائه مکم البته یه صرفا ترجمه این کتاب به لکی نیه چرا که بنده هنوز با اندازه نرسیمه بتونم کتاب ترجمه بکنم اویجا فارسی دری به لکی چرا که ترجمه فارسی دری به فارسی معادل امروزش وجه کلی مشکل داری تا چه رسد به فارسی دری به لکی اما خب تمام تلاش وجه من مکم که ارائه بکنم یا بینتون شاید به هر حال یه روزی تونستم این کتاب به زبان لکی ترجمه بکنم و به صورت کتاب ارائه بکنم همه لکزوانه عزیز و تمام عزیز